قبلش بهتون بگم مثلا سروتونین توی بدن چی کار میکنه به جز خوشحالی. بچه‌ها شما همه ما میدونیم که کوکائین یکی از گرانترین موادهای مخدر توی کل دنیاست. خب چرا مواد مخدر کوکائین اصلا چرا اسمشو مثلا مثالشو میزنم. ببینید توی کوکائین وقتی شما میکشید خب رنگ ها رو پررنگ‌تر می‌بینید. مثلا این قرمزی که پشت سر من هست به یک رنگ خیلی پررنگ‌تر ببینید، یا مشکی و دیگه اصلا خیلی انقدر مشکی میشه اصلا کیف می‌کنید، یا رنگ‌های مثلا سبز، آبی، قرمز، زرد، هفت رنگ اصلی خیلی پررنگشون می‌بینید و این باعث خوشحالی و سرخوشی انسان میشه. بخاطر همینه که به سروتونین میگن شگفتی مغز، یعنی میتونیم با کوکائین رو با مغز خودمون ترشح کنیم، بدین که کوکائین بکشیم. فهمیدی؟ حالا تا به این فکر کردی کوکائین چه عوارض اعتیادآوری نسبت به این چیزی که ما در مغز تولید میکنیم داره؟ جفتشون با هم یکی هم. انگار اینو داری انجام میدید کوکائین مصرف کنی. کسی که میخواد بره پیاده روی کنه واسه سلامتیش و اگه حالش خوب نباشه این کار رو انجام بده، خب معلومه که مشکل در آینده میخوره و این مشکل عوارضی مثل بیخوابی، بیقراری، استرس، کورتیزولش که بیاد بالا دیگه هیچی دیگه از مردونگی و از زندگی کامل میفته. بگیم استروژن و تستوسترون. استروژن واسه زن هست، نه تو کامنتا بریم توی مرد نیست، ربطی نداره. تستوسترون هم که واسه مرد هست. کورتیزول هر چقدر بالا باشه تعداد تستوسترون در مردا و تعداد استروژن در زنان پایین‌تر میاد. یه معادله خیلی ساده است، حالا هر جور دلتون میخواد برداشت کنید.